سلام. تو این قسمت از ویدیو میخوام چند تا اصول حفاظتی خیلی مهم رو بهتون آموزش بدم. در ادامه ویدیو من همراه باشید. این ویدیو رو خوب نگاه کنید. ببینید سارقا یه سری تکنیک و استراتژی دارن. خب ببینید سارقا همون جوری که ماها میریم مثلا تمرین میکنیم، باشگاه میریم یا زبان میکنیم یا کلاس میریم، اونا هم به نوع خودشون همین کارها رو انجام میدن. مثلا ما یه دوره گفتیم که شما وقتی دارید با گوشی صحبت میکنید سعی کنید گوشی کنار دیوار باشه، خب به سمت دیوار باشه صحبت میکنید. خب سارقا الان به نوعی با تمرینی که انجام میده اینا هم میتونن سرقت بکنه، اما شرایط سخت‌تر میشه. تنها جایی که نمیتونن سرقتش بکنن اینه که شما آگاه باشید و آماده باشید. یه سری استراتژی‌ها وجود داره. ببین زمانی که سارق میخواد به شما حمله کنه یا شما رو از شما دزدی بکنه، اول نگاه کن که شما هوشیار هستی، حواست هست یا نه. یه موقع حواست نیست، مثل این آقا که راحت داره میره، حتی عقبم نگاه میکنه، سارق هم میبینتش اما حتی به ذهنش خطور نمیکنه ازش دزدی بکنه. خب نکتهش رو بهتون میگم که چه کاری میتونید انجام بدید. اما یه سری استراتژی دارن. ببینید زمانی که میخواد دزدی بکنه، مثلا یه حاشیه امنی داره که دوستش که اون فرد موتور سوار هست یا راننده هست جلوتر، معمولا یه حاشیه بین 10 متر یا 5 متر 7 متر دارن. خب اگه خیلی بخواد بیشتر بشه، خب ممکنه شما بهش برسید تو این تعقیب و گریز و بگیریدش. اگر کمتر باشه احتمال اینکه باز شما بهش برسیدم هست. چرا؟ چون نمیتونه سریع تا بیاد سوار بشه موتور تا بخواد دور بگیره حرکت کنه، شما از اون ور میتونید بهش برسید. یه حاشیه بین 7 متر و 10 متر داره. حالا بعضی جا بستگی به اون استراتژی میتونه متفاوت باشه. مثلا توی این قسمت از ویدیوه خب این طرف میاد از توی خیابون میره، یه دورم میزنه میاد، این فرد تعقیبش کرد و استراتژیشون این بود که شما اون گوشی رو بزنه و بره دور بزنه بره اون دست خیابون سوار شه. من بهتون گفتم تعقیب نکنید عموما تا جایی که امکان داره. چرا؟ موقع فرار کردن یا موقع تعقیب کردن ممکنه از تو خیابون که میخوای رد چی با اون سرعت ممکنه ماشین به خودت بزنه و دچار آسیب شدیدتری بشی. یعنی اگر تا جایی که میشه فکر میکنی تعقیب بکنی و میشه گرفت تعقیب رو انجام بده، وگرنه خارج از اون عیبی نداره، بذار بره. اگه مالت رو از دست بدی میتونی دوباره به دست بیاری، ولی سلامتیت رو باز با شرایط اتفاقی که میفته ممکنه نتونی به اون شکل به دست بیاری. خب ببینید تو این قسمت یه استراتژی دیگه وجود داره، استفاده از نقطه کور. ببین اون ماشینی که داره الان پارک میکنه یه ماشین دیگه هم اونجا هست، این فرد موتور سوار میره، خب پشت اون ماشین وای میسه و شما دیگه موتور سواری نمیبینی. من گفتم موتور سوار دیدی، خب حواست باشه دیگه، الان موتور سواری نمیبینی، شما موتور سوار 10 متر اونورتر اصلا وایساده، اگرم ببینیدش کاری به من نداره. خب این استراتژی می‌ریزن دیگه، طرح می‌ریزن دیگه، تمام نکات و ویدیوهای ما رو می‌بینن و دوباره خودشون رو به نوعی آپدیت میکنن. حتی با کاری که پلیس میکنه، پلیس هم آپدیت میشه، به روز میشه، اونا هم به روز میشن و ما هم باید به روز بشیم. ما سطح آگاهیمون اگر بیاد بالا میتونیم، حالا اگرم 4 تا تکنیک هم یاد بگیریم اون موقع به کارمون میاد، وگرنه فقط 4 تا تکنیک میشه یک لنگ و لغت. خیلی عامیانه بخوام یه دستی بزنید رو هوا بچرخونید، اگر استراتژیشو بلد نباشی میشه مثلا یک ضربه رو ول بدی برای خودت. خب برگردیم به این قسمت که داشتم توضیح میدادم. استفاده کرد از نقطه کور، نقطه‌ای که ما دیگه نمیدیدیمش، و استفاده کرد از عدم هوشیاری لحظه‌ای اون فرد. سری یه دفعه گوشیش اومد پایین، گوشیشو زد رفت. خب اینا نکاتیه که باید حواستون بهش باشه که توی مواجهه یا توی شرایط خیابونی که قرار میگیرید بتونید آگاه باشید به محیطتون. نمیخواد همه رو دزد ببینید، اما موقعی که میخواد با گوشی کار کنی، خب اول اصلا باز از همون سمت دیوار اطراف رو نگاه کن، حواست به صدای موتور باشه، فاصلت رو با آدما بسنج، گوشی تو به جای که این شکلی بگیری دستت، کف دستت باشه، یا این شکلی باش کار کن یا این شکلی باش راه بری، اگه میخوای قدم بزنی مجبوری گوشی رو دستت بگیری، گوشی رو میچسبونی به سینه و کامل توی دستت نگهش میداری، کامل، یعنی به این شکل میگیریش کامل توی دستت. خب و میچسبیش نزدیک به سینه. با یه دستت هم میتونی ازش مراقبت کنی، حواست هم به اطرافش. اینو اگر عادت بدی قشنگ میتونی اصلا داری راه میری تو خیابون همینجاست و دستت هم اینجاست و برای سارق سخت‌تر میشه. ببین گوشی و سارق از دم دیوار زد و رفت. خب پس ما باید حواسمون باشه
گوشی رو میخوایم بگیریم دستمون رد شیم، به همین شکل میگیریم، یا میذاریم داخل جیبمون یا میذاریم داخل کیفمون، اونم با توجه به محیط. اینجوری سراغ کمتر یا سخت‌تر میتونه این کار رو انجام بده. تقریبا میتونم بگم غیر ممکن میشه براش، چون وقتی ببینه ریسک زیادی داره برای شما، خب چرا باید ریسک بکنه؟ خب بعد میای گوشی میخوای صحبت بکنی، باز میای سمت دیوار، گوشی میذاری دم گوشت رو صحبت میکنی و گوشی هم محکم میگیری، این کاملا انگشتات میاد روی صفحه، کاملا بیاد روی صفحه، قشنگ محکم بگیری، از بالا از اطراف هر جوری که راحت تری، ولی میتونی محکم بگیری دیگه. این شکلی یا این شکلی یا شل نگیرید، یا مثلا این شکلی مثل کوزه‌ای نذارید دم گوشتون، خیلی راحت. یا از هندزفری استفاده بکنید. بعد عرضم به حضورتون که وقتی داری با گوشی کار میکنی یا چت میکنی یا چیزی رو سرچ میکنی، یه دستت که گوشی رو محکم گرفتی و داری کار میکنی، یه دست دیگه‌ت میاد حالت محافظ روی گوشی، یعنی گوشی دیگه تحت محافظت، بازم حواست به اطرافت هست. یه جوری وایسا که دید به محیط داشته باشی، یعنی اینجوری وسط نباش، مثلا بیای وسط یه جا، از پشت جلو هر طرف بتونن مثلا حالا یکی بیاد و سرقت بکنه، بالاخره اونم سخت میشه، اینجوری سخت‌تر میشه دزدی کردن. خب یه جوری باشه که اطرافت بسته باشه، یا حداقل یه طرفت بسته باشه که بتونی جلوت رو ببینی، اطرافت رو ببینی. پس از این به بعد به جایی که فقط حواست به صدای موتور باشه، حواست به موتوری که 10 متر 15 متر اون ور خیابون یا اون طرف در وایسادن باشه. خب فاصله‌ای که با افراد داری رو حفظ بکن، گوشیت رو همون شکلی گفتم نگه، اصلا مالت هر چیزی که هست رو به همین شکلی گفتم نزدیک به خودت نگه دار. ممنونم که تا این قسمت از ویدیو با من همراه بودی. نظراتتون رو کامنت کنید، چون میتونه کمک بکنه که ایده های جدید بیاد، روش های جدید رو ما متوجه بشیم، بتونم براتون یه ویدیو جدیدتر بسازم و به روسر و به بقیه کمک کنیم که امنیتشون بره بالا. ممنونم ازتون. خدا.